رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند الله ذوالجلال می فرماید: یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا و اسد فقرک ان لم تفعل ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک. الله ذوالجلال می فرماید که ای فرزند آدم، به عبادت من مشغول شو، عبادت من را از کار دنیا بالا بدان، کار آخرت را از کار دنیا بالا بدان، در مد اول قرار ده، دل تو را پر از بایگری می کنم، یعنی قلب تو را آرام می گذارم و فقر تو را دور می گردانم، یعنی از فقیر شدن، از کمبغل شدن نمی ترسی. اگر این طور نمی کنی، اگر آخرت را از دنیا بالا نمی دانی، اگر همیشه کار دنیا را از آخرت بهتر و برتر می دانی، تو را مشغول و مصروف کار دنیا می گردانم و فقر تو را هرگز دور نمی گردانم. اگرچه پول و مال کلان هم پیدا کردی، هرگز تو را آرام و آسوده نمی گردانم، تا اینکه تا لحظه مرگ به همان مشغول می شوی.